مانور مضحک رژیم که میخواست جست اقتدار بگیره بیشتر دست خالی شروع کرد. فکر کنم تنها کسایی که خیلی ازش استقبال کردن طنز پردازا بودن. این وسط رژیم فقط ماکت خمینی رو درست نمیکنه. الان دیگه صنعت مقواسازی و تخت سلاح اینا رو با صنایع نظامیش هم پیوند زده و برای دادن روحیه به نیروهای وارفتش ماکت ناو هواپیمابر درست میکنه. بعد میگه حالا برین غرقش کنین و دلخوش باشین. البته اگه غرقش هم نکنن این ماکت یه مدت که به اونه خیس میشه و احتمالا خودش وا میره و میره ته دریا. رسیدیم به آخرین مرحله از نهمین رزمایش بزرگ دریایی پیامبر اعظم و شاه بیت غزل. گل کار که ما اجازه هیچ صحبتی در مورد اون نداریم. من هم مثل شما هستم آقای میراتی در رابطه با این سلاح بسیار خاص و ویژه و نمیتونم الان اون چیزی رو که شاید سالهای آینده کامل راجع به اون صحبت کنیم. تشخیص صحنه‌های مانور رژیم از تولیدات طنز خیلی مشکله. یه کار کارشناسی حسابی میخواد. مثلا من خیلی عجله دارم و کار فوری دارم. خبر فوریتی داریم. امروز آغاز شد. در این مرحله نخستین بار قایق فوق پیشرفته پرنده در آبهای خلیج همیشه فارس با موفقیت آزمایش شد. رزمایش گرمایش زیر بالش یک گالش مقام آزمایش ولایت شه اگه بشه چی میشه؟ همکنون نیروهای زمینی زیر زمینی زیر خاکی زیر هوایی و زیر دریایی کجایی که سر زده از افق موشک چپق فرو رفت تو چشه استکبارا دیم دیدیم دیم دیم. بله دیم دیدیم. همکنون یک موشک با دور خال یشمی فرا افقی عمو گرایانه زیر دریایی بمبدار داغان می کندنده سدندونه می آید و کلاهش اتمی است و خیلی می خورد در کله بدخواهان چشم گرد دماغ گنده و صلح و دوستی را در منطقه شلمچه و جزیره مجنون و پشه‌های بزرگش می آید و منفجر می کند. امیر دریادار تار و مار می کند. امیر جون بتارمون. امیر جون دریا داری؟ بله من امیرم، چند تا دریا دارم، چند تا دریای خزر ملک بابامه. چند تا دریا دیگه هم هست، اقیانوس آرام و اقیانوس هند و اینا که طرح و برنامه‌ای سرشون داریم. هم دریا دارم، هم بونگا دارم، هم یه لبنیاتی دارم. صبح به صبح سرشیر با بچه‌ها میزنیم تو رگ. تو رگ. بله امیر این موشک اقتدار چه شد؟ بله البته این موشک الان اینجا هستش. ما اینجا موشک آوردیم اینجا. این موشک با بچهای وزارت دفاع همکاری شده، درست شده. دارای سیستم رهگیر هست که رهگیره و اما بعضی موقات گیر میکنه. من البته طرز کارش هم، طرز درست کردنش هم خیلی ساده است، میتونم بهتون بگم، ولی الان چون اطلاعات نظامیه بهتون نمیگم. البته داره نوع‌های مختلفی هست، سرچپقی، سرتیز، داخل روندی، بیرون نیامدنده هستش و البته جای مختلف تخریبم زیاد میکنه، ولی بیشتر تلفاتش از خودی، یعنی از خودی بیشتر تلفات، این از خودی بیشتر تلفات که به این صورت. بله متشکرم امیر، متشکرم.